های گایز، چطوری بچه ها؟ خوش اومدید به چنلم بروویچ. یه اتچمنت اچسی گذاشتم، حتما برین اتچمنت رو بذارین. اگه دقتم کنین رو اچسی هیچ پرکی هم نذاشتم، یعنی حال ویدیو رو نگاه کنین. وان تاب میدازه، مثلا چی بشه که اولی وستو میشکنه، دومی میدازه. خیلی کلا اتچمنت خوبیه. اون عدد بالاش هم دیسکریپشن میذارم، حتما برین نگاه کنین، اتچمنتش هم بذارین که امتحانش هم میخوایم بکنیم ببینیم چی جوریه. شاید این سیزن مثلا چون سیزن جدید اومده یکم ضعیفترش کرده باشن اچ، ولی اگه یه اتچمنت خوبی دارید بفرستین توی کامنت ها که من حتما امتحانش کنم بذارمش. خب راستی تو این چند روز که فعالیت نمی کردم انگار یه مشکلی پیش اومده بود که نتونستم فعالیت کنم، ولی از این بعد خیلی فعالیت تو راه. پس تا درود دیگر بدرود. راستی یه چیز دیگه هم یادم رفت که بهتون بگم. اگه مثلا دوست داریم مثلا ویدیو بعدی چه سبکی باشه، مثلا چه معرفی داشته چه چالشی داشته باشیم، تو کامنت ها بگین، من ویدیوشو براتون میذارم آپلودش میکنم. لایک و ساب فراموش نشه، حتما زنگوله کنارش هم بزنین که ویدیو جدید تو راه. خدا نگهدار. بزن لتو پار کن، بزن شهر رو خاک کن، آدماشو چال کن، بزن لعنتی بزن قالشو بکن، درست بزن فرمشو بزن سمت قلب من، بزن فلان دست بزن بزن چوب دستشه، بزن شرق و غرب و مرد و زن و مرد و کلن هرچی از تو شهر و حتی شرق و غرب و منم بزن زودتر. چیه هنو میلرزی؟ هنوز ازم میترسی؟ هنو وقتی شر میکنم پس سوراخ میگردی؟ هرومی دستای من خالی این مغزت، یه دست به ماشه بسه، بزن معطل نکن، جوری بزن بلند نشم، جوری بزن بلند نشم که جر میدم از جد تو، رو قانونات شاشیدم، فکر نکن که وامیدم، من جایی سر شدم که تخم شر رو پاشیدم. بزن هرومی. هرومی میبینی زندگیم برام مهم نیست، وقتی توی آشغالو میبینم برام مهم نیست. ببینم تو داستان گرگ و میشو خوندی، داستان زین و پشت و زین و خوندی. من بیدار شدم و چشم بستم، باش جایی که هستی رو حفظم نسناس. منو ندم تو خیابون زایده، تو رو ندم. خانوادم شای شمالم مثل استارپا، میلیونیامو نمیکشه اسکانیا، هم دکترم گنگسترم چه گوارا، رو کوک بچم و کتک زدم مستایگا. منو میفهمن رو اصلا تا تاگ بیادب، بهرام نیاقی بودم مثل هاشمی نسب، صدات پلی بشه من میکنم پازت این طرف، خیابون زوده کف نکره شاشه بیشرم، فنا تحسینم میکنم واس خواهی بزرگم. مشروب خوردی بسر؟ نه من آبجو خوردم، هوا خوب شده میچرخم با یه موتور از دراگ خوندم، کامنت آتیش گذاشت خاله بزرگم، 3 سال پایین نمیام رو بیلبورد مشتی، انقدر سکه زدم از رپ شده بیت کوین تعطیل، به چه برام بریک میرقصم مثل بی بوی فرزین، تو جمع رو پوشم و پوشید گفتم بی خود کردی بین رفیقام، پیمود کردم کش و تخص بودم هوا سرد تابستون بپوشین شب و درس، بزرگترین زمان از سنکلود کرد تجاوز، تعجب نکن کمر داف دیدی تتوبوس، به چه تو ماشین رفت پایین دادم کنار از و هول، دیدم تو پیاده رو یه هیتر از و هول، ولی فکر نکن پیاده شدم یارو پس و خود با فور دی تو شیکمت میامد جلو. من امسال هیت نمیخوام بشم، پس بگو چرا داری بهم فوش میدی، من زندان نمیخوام برم، پس بگو چرا داری منو هول میدی. من امسال هیت نمیخوام بشم، پس بگو چرا داری بهم فوش میدی، من زندان نمیخوام برم، پس بگو چرا داری منو هول میدی. بچه اومد با یه ست تابستونی، فکش عملیه مثل مال پوتی، نس یک
صورت و خایمالش بودی، از همه چیزی یاد میگرفتی ساکت بودی، جای ادعا فلو بزنید بی پدرک، کلینیک ست زده پیرم بلادی فنا، هر کلانتری گرفتتت بگو پیش کلام فقط یه نفره، ترک بده ایران میره هوا فنه، منو دیده تو خیابون کونه شیدیه، داشه دم پایی پاشه دم خونه بیبیه، دوره داشه چند تا بلادی نور چشمیه، اگه دیدی تنم آبیه چون روز دربیه، تو هایپرم می نویسم تکس نمیدم توش برک، فاینال شکار دم گوشت میگه خون بچک، 50 تومن کارت میکشم واسه یه پودر کیک، فست بگید فرشاد فور لایف بزنه روش برکس، رفا کالاف نیکانتره فقط یه در داره، کلی خدنگ توشه ولی خب یه درباره، من جرمم رفت تو خیابون کرک با ته 4 تا خالی کنی پاپولوژی ترک داده، امضا هیت پس بگو چرا داری بهم فوش میدی، من زندان نمیخوام برم، پس بگو چرا داری منو هول میدی، من امسال هیت نمیخوام بشم، پس بگو چرا داری بهم فوش میدی، من زندان نمیخوام برم، پس بگو چرا داری منو هول میدی، والا فرباز پسر از این قلیز دارم یکی رگو بگیره Ninja.